جاهای خوشگل و زیبایی بودن، جایی که رفتیم و گشتیم. خب الان که میبینی شبه، اصلا اون فضایی که اونجا داشت در واقع یعنی یه حس خیلی متفاوتی میده. یعنی یه قسمتی داره به اسم شیندان، خیلی خوبه. یعنی اینطوره که خیلی رویا ساختن اونجا رو، وقتی که شب میشه خیلی رویایی میشه. اینجوریه که مثلا کلبه های هویجی هست و کافه هایی زدن که خب خیلی اصلا این چراغای طلایی و اینا خیلی قشنگه. حالا ویدیو رو الان میذارم براتون. کلا خیلی قشنگه. حتی اگه یعنی آدم اصلا روحیش واقعا خیلی تاثیر رو روحیه آدم، دلش وا میشه. نه خب الانم که تو دوران حالا تعطیلات هستیم، آخرای تابستونه در واقع. خب انتظار میرفت که تابستون یه طور دیگه ای بگذره. خیلی پلن داشتیم با دوستان، مثلا دوستان که خب تو خارج از کشور هستن. خیلی پلن داشتیم اینطوری که مثلا قرار مسافرت بریم، قرار اینجا بریم اونجا بریم. کلی حتی مثلا کشور و تور و اینا اوکی کرده بودیم. یعنی یه بار میگفتیم نه بریم تور روسیه، یه بار میگفتیم نه بریم تونس. اینو کلا یعنی یه پلنایی چیده بودیم. بعد میگفتیم نه بریم قبرس، بریم ترکیه بگردیم. ولی شرایطی که حالا پیش اومد، کلا همه پروازا لغو شد. ما خانواده های نگرانی داریم. ذاتا خانواده همون خیلی نگرانمونن. حالا این اتفاقا که افتاد خیلی بدتر و بیشتر نسبت به قبل نگرانمون شدن و دیگه اینطوری بودن که نه همین کنار خودم باش، هر اتفاقی میفته حداقل کنارمی. ولی خب خانواده‌ن دیگه، آدم باید از اینجایی به بعد درکشون کنه و مثلا حالا اصرار نکنه. و خب اینطوری شد و حتی اون دوستان که تو خارج از کشور هستن نتونستن که بیان در واقع ایران یا حالا شهر خودمون. ایران که کلا نتونستن بیان، در پس شهر خودمون. و
تابستون اینطوری گذشت. بعدش هم که امتحانامون که لغو شده بودن، اون امتحانا دوباره از سر گرفته شد و ما شروع کردیم به خوندن درس و امتحان دادن. و خب باز الان وضعیت من خیلی بهتره چون که امتحانامون تموم شد، ولی هنوز هستن یه سری از دوستام که 2 تا از امتحاناشون مونده و دارم نمیدونم. یعنی تابستونمون خیلی عالی و بی‌نظیر گذشت. کلا میتونم بگم تو خونه و تو شهر خودمون بودیم. حالا نمیشه خیلی بهونه کرد این چیزا رو، ولی خب سعی میکنیم از چیزایی که داریم و نسبت به حال شرایطی که درش هستیم استفاده کنیم و لذت رو ببریم. چون مثلا لذت اینطوری نیست که اوکی پس این مسافرت رو رفتم لذت میبرم. نه، لذت کلا یه چیز درونیه و واقعا میتونی وقتی که خونه نشستی داری دمنوشتو میخوری لذت ببری. و خب اینجوریه که یه چیزی دمنوش مینوشی خیلی بی‌معناست، در حالی که باید خب مینوشی بگیم، ولی به نظر من دمنوش میخوری خیلی بهتره. حاضرشم و برم که دوستم منتظرم. زنگ زد خیلی یهویی، گفت که دارم میام و با هم بریم حالا حرف بزنیم و اینا، چون که قرار مهاجرت کنه و این روزا آخرین روزاییه که هم دیگه میبینیم. تلخه ولی خیلی خوشحالم از این بابت که خب پیشرفت میکنم، در نتیجه خیلی خوشحالم بابت مهاجرتش. این حساسیت هم لطفا نادیده بگیریم. خب حالا تقریبا حاضر شدم و راجع به دوستم هم این که خیلی دختر احساساتیه و خب این البته خیلی خوبه. من شاید نمیتونم به اندازه اون مثلا احساساتم رو بروز بدم، ولی اون خیلی خوب میتونه مثلا احساساتش رو بروز بده. خیلی خوب آدم احساساتی هست. و اینکه یکم باهاش صحبت کردم، یعنی ترکیب اینکه مثلا یه نفر خیلی احساساتی باشه با اینکه مثلا یه نفرم مثل من بیاد بگه که نه برو دنبال مثلا پیشرفتت، اوکی درسته حالا دلت بر خانواده‌ات تنگ میشه، ولی اینو در نظر بگیر که مثلا تو داری این مسیر رو میری و خب چقدر خوبه و اینطوری و اینا. همچنین ترکیب خیلی خوبه، مکمل همن. از این بابت خیلی خوشحالم. حالا من هر کدوم از دوستام میخوان مهاجرت کنن، امروز اصلا با موهام هر کدوم از دوستام میخوان مهاجرت کنن، خب مثلا میاد میگن که نیشه تو هستن کلا صحبت کن، حرف بزن، ما رو آروم کن. یعنی چون که من فکر کنم مهاجرت هر چقدر یه پروسه خیلی سنگین و حالا ترسناک و سختی به نظر بیاد، ولی همین که مثلا تو اونجا مستقر میشی دیگه راحت رو پیدا میکنی و بالاخره خب همه چی نظم میگیره و میدونی قراره چی کارا بکنی، باید چی کار بکنی، اونجاست که دیگه پیشرفت برات شروع میشه. و خب این پیشرفت خیلی مهمتر از اینه که تو بخوای مثلا وابستگی ها تو
اولویت قرار بدی. این چه نظرم اینه. میخوام براتون یه چیزی نشون بدم. اون روزی ببینید چی گرفتم. خیلی وقت بود که دلم میخواست بگیرمش ولی نمیدونستم اصلا چیه. گرفتم و دیدم که توش پاستیل هست. بذارید نشونتون بدم. هر لایه باز میشه اینطوری. البته خوردم. اینطوری توشون پر پاستیله. خب دیگه من آماده شدم دیگه برم که پیش دوستم. که بیا ببخشید یک شنبه میریم بیرون؟ نه پرواز دارم. همه یک شنبه میرم کلن و الان اینو به من میگی به صورت سورپرایز؟ ویدیو داشت میگرم گفتم میگم چند تا ویدیو میگرم گفتم میگم نه گریه نکن. من بخاطر همین مثلا زنگ زدم گفتم نیشا میای بریم بیرون. یعنی الان من خیلی یادم اشکم دارم مرسی. آره آگهی چون من نمیتونم احساساتم بروز بدم. نه قرار برم توی خونه. چرا رو من فرده ازم بستم نه عشقم باز بریز فوی داشتیم آموزش میدادیم. اوکی مشکل نداره. کار میکنم. سنگ چیزو نشون بده. نمک نشون بده. چه رنگی خوشگل داره که صورتی میتونید ازش برای انرژی پاکسازی فردا خصوصه. فردا خصوص میگه نمیدونم چیه ولی ماه صورتی شده. قرمز شده. قرمز تا صورتی یکی هست. ماه خونین. ماه خونین نیوشا ببین این یه حکمتی داره به خدا. هر یک شنبه امروز چند شنبه است؟ 3 هفته؟ امروز شنبه یک شنبه است. یه هفته چجوری؟ بابا من مهمونی میخواستم بدم. شنبه چون پروازم تهرانه شنبه میریم تهران بعد یک شنبه ساعت 8 پروازه حدودا مثلا 11 موهای تنم وقتی اصلا نمیتونی ابراز احساسات کنی بدنت سیب شده. حالا درست چیزی نیست ولی از تو سیب شده. خودم زیاد چیزی رو مشخص با حتی قبل رفتن یک مهمونی بدم. چند میشه یک شنبه؟ 23 دقیقا روزی که میخوام مهمونی بگیرم. بذار پس شنبه بگیرم. شنبه هم نیستم که. شنبه خودم میگم دارم تهران. من فکر کردم یک شنبه میری تهران. نه شنبه میرم تهران. یک شنبه پروازم. زندگی همینقدر ناانصافانه و زندگی همینقدر ناانصافانه است. همینقدر کلمات دقیق نمیخوام استفاده کنم ولی شما چرا خالی رو با کلمات مناسب پر کنید. خب ببین داری یه مسیر جدید رو شروع میکنی یه مثبت نگاه پازیتیو انرژی. من کاملا مثبت نگاه میکنم. اینطوره گوششت هم بدونه فکر اینو دوست دارم واقعا. حیف نیست آدم زیر بارون بکن یه روز سریع هم واسه یه روز زیر بارون راحت
مثلا الان بارون وقتی با یه تیر ماهی طرفی، یعنی میره داره مهاجرت میکنه به فکر اینه که زیر بارون راحت، به فکر این نیست که لب ساحل نم داده بارون هم توره گوری پیچیدی دوره داره داری گریه میکنی چرا من روی رو بردیدی بذار همینجا هم تو به فکر بارون بدون شاخیز چی باور کن هیچ گیری نمیدی میگم مثلا یه قمی داره و پیش میدونی آره دیگه من سطح دردم دارم کاریش نمیدونم در این که برم اونجا عوض شد نمیشی من دوست کنم عوض نشدم همینی از تو تیر ماهی ولی تون میای نیشون این هم نمیتونم قول بدم خب مثلا تون میام هر 2 ماه یه بار اینجایی نه اون مثلا یک نکنم شاید مثلا سال بعد اواخر دی ماه یا اوایل بهمن میام سال بعد منظورت چیز دیگه ببخشید میگم سال بعد نه میلادی باشم سراغاتی کردم میلادی دیگه سال بعد next year نه منظورم امسال 1404 سال بعد 2026 که bilmiyorsa arkadaşımızı görebiliriz. آره مثلا اواخر دی ماه سال بعد خیلی بابا من همه چیزا رو مثلا با اونا با تاریخ اونا مثلا ست میکنم و من اینطوری هم که ساخت برمیاد یه لحظه قاطی میکنم الان ایلول آره الان ایلولیم بله بعد آره معنی که سال بعد این موقع بیام 4 سال شبتونم بخیر باشه. روشن میخوام راجع به یه موضوع خیلی مهم باهاتون صحبت کنم. استراب در واقع راههای کنترل استرس و استراب. قبل از اینکه بریم به سراغ موضوعمون خدایا خب حالا بریم سراغ موضوع. خب یکی از راهکارهای حالا کاهش استرس در لحظه تکنیک تنفس فیزیولوژیک. چطوریه حالا؟ این اینطوریه که مثلا من به صورت آگاهانه نفس میکشم، اینطوری که حواسم هست به نفس هام و اینطوری از سطح استرسمون کم میشه. یه حالت 3-3-3 هم هست، اینطوری که 3 ثانیه دم، 3 ثانیه توقف و 3 ثانیه بازدم. این حالا یه سری از راهکارهای فیزیولوژیک کاهش استرسه. ولی خب یه سری چیزایی هم هست، مثل این که حالا مثلا میگن یه کرمی بمالین به دستتون، یا حتی یه لیپ بالمی بزنین، یا حتی مثلا یه چیز خوشبو کنید. خیلی مفیدن اینا تو کاهش مثلا این حالا تو کاهش استرس لحظه‌ای نقشی نداره، ولی اینکه یه سری هستن واقعا کلا انسان‌های مضطربی هستن بدون اینکه اصلا خودشون حواسشون باشه، که خب منم دوران کنکور و حتی بعدش هم یکم اینطوری بودم، خیلی تمرین کردم و اینجوری بودم که خب درستش کنم و اینا.
برای اینجور چیزا میتونه خیلی مفید باشه. یه بالم کوچیک، یه حالا با یه میست، یه چیزی که یا اصلا حالا هر چیزی، بوی دارچین خیلی خوبه. خیلی هم اتفاقا مثلا بر اعصاب میگن مفیده. اینا میتونن تاثیرگذار باشن. یا مثلا حالا که دستی بزنید و وقتی دارین اینطوری یه انسان یک لحظه از اون حالت چطور بگم تکاپو، تنش رو استراب در یه لحظه ای رو یک آنی رو برای خودشه و خب اینا خیلی تاثیر دارن. یا یه موزیک خیلی ملو، یه چیزی گوش بدین که حالتون رو خوب کنه. این چیزا هم تاثیر دارن. و یا حالا فکر کردن راجع به یه چیزایی، یا اگه مثلا راجع به یک موضوعی یه ترسی استرسی دارین، یه استرابی دارین که خب آقا با این چیزا حل نمیشه، واقعا نگرانشم، اینو میشه روی یه کاغذ نوشت، بعدش پاره کرد و یا حتی سوزون. خیلی خوب تکنیک خوبیه، مثلا که وقتی آتیشش میزنی اینطوریه که تمامی نگرانی هایی که داشتم همشون از بین میره و خدا داره به بهترین شکل ممکن تمامی امور رو اداره میکنه. و اینطوری واقعا هم این که اعتماد به خدا یه حس، چطور بگم، اکثر نگرانی های ما از این نشأت میگیره که کلا به خدا اطمینان نداریم. یعنی اینطوریم که نظر منه ها، که مثلا فکر نمی کنیم که نه یکی هست حواسش بهم هست همه چی رو درست میکنه. سر این خیلی مضطرب میشیم. مثلا اگه دیر برسم چی، اگه مثلا تو امتحان این پایان رو نتونم بگیرم، یا حالا هر چیزی، حالا هر چیزی ممکنه که باشه. یه سری از تکنیک هایی بودن که خواستم بگم و اینکه دقت کنید، نوش بنوشید بیشتر به جای اینکه حالا اکثرا نوشیدنی های کافئین دار مصرف کنید و یا غذاهای چرب و چیلی و فست فود و اینم خب خوب نیستن. چون کلا ما یه دورمون یه حاله انرژی هست، اون که همتون اکثرا میدونین، آقا هستیم به این موضوع. و اینطوریه که کلا حال انرژی فقط به این نیست که بشینم مدیتیشن کنم خب الان من دارم محافظت میشم و اینا. نه، باید ما تغذیه‌مونم شامل چیزایی باشه که اون غذاهایی که الان میخوریم فرکانس بالایی داشته باشن. میدونین یعنی وقتی شما میرین فست فود و غذاهای پرچرب میخورین، این غذاهایی که در واقع سنگینن به اصطلاح، خب چون که اینا هر کدوم دارای حالا مواد شیمیایی، کربوهیدرات و اینجور چیزا هستن و هر چقدر غذاهای سنگین تر بخوریم، در زمان عامیانه میگم، این باعث میشه که خب ما فرکانسمون میاد پایین. مثلا گوشت یه غذای خیلی سنگینیه و وقتی و فرکانسش هم خیلی پایینه، ولی گیاه یه غذای خیلی سبکیه که خیلی فرکانس بالایی داره. پس میتونیم تو غذامون هم مراقب باشیم. اینا هم خیلی تاثیر دارن. مثلا اگه شما منظم بیاین، حالا من نمیگم گوشت رو حذف کنین از زندگیتون، گوشت قرمز رو من نمیگم حذف کنین، اتفاقا خیلی مفیده، خیلی حالا خوبم هست، چون همه چی باید ما تمامی غذاها رو باید بخوریم، مصرف داشته باشیم. خب یه سری چیزا خونسازن، یه سری چیزا هر کدوم به یه دردی میخورن، پس نباید هیچ چی رو حذف کنیم. ولی این که مثلا اکثرا بخوایم چی مصرف کنیم، اکثرا غذاهایی که فرکانس بالایی دارن، مثلا غذاهای پرورش شده یا اینا رو سعی کنیم که مصرف نکنیم. اینطوری خب فرکانسمون هم میره بالا و هر چقدر فرکانس بالاتر باشه ما خب در استرسمون هم میاد پایین حتی. و خب سعی کنیم که خودمون هم حواسمون باشه دیگه. ما اکثرا چون که حواسمون نیست به خودمون، جدی میگم، اصلا حواسمون نیست که دارم من چی کار میکنم، اصلا دارم با خودم چی کار میکنم. خب دیرت شده، اوکی، حالا اینا رو میشه مدیریت کرد، چند دقیقه زودتر حاضرشی رو بری و اینا، مثال میزنم. یا مثلا داری رانندگی میکنی، ترافیک اعصابت خورده، یا داری به یه جای دیر میرسی، این چیزا اینا استرس های لحظه‌ای، یعنی حالا از تکنیک تنفس، هم گفتم تنفس فیزیولوژیک استفاده کنیم، یا هم که خب اینطوری که آروم باش، چند ثانیه برای خودت، دنیا به آخر نرسیده، مراقب خودت باش، دستت بذار رو قلبت
و خب یه سری از جملاتی هستن، حالا مثلا میگن مانترا و اینا، که واقعا حس خیلی خوبی میدن. میتونین از اونها استفاده کنی، خودتون برای خودتون جملاتی بسازین که حس خوبی بهتون میده. اینا خیلی تاثیر دارن. امیدوارم که کمک کننده بوده باشه و شبتون بخیر. تو موضوع دیگه ای